سلام قشنگای خودم، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال دنیای سیاه‌سفید من خیلی خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستم با سومین ویدیو طرح ترام فانتزی با نقطه. طرحمون رو میبینید که عین نقطه هستش، دارید مشاهده میکنید که به صورت نقطه‌ای ما این رو میخوایم کار کنیم که خیلی زیبا و شیک هستش این طرحمون. خب حالا بریم این طرح رو براتون آموزش بدیم. همیشه کالک و کرچ چسبوندیم، حالا شروع میکنیم. وقتی میخوایم شروع کنیم به صورت ضربه‌ای اینطوری نقطه نقطه میزنیم کنار هم. ببینید که شکلمون کنار همه نقطه هاش یکم هست. خیلی ظریف کار میکنیم کنار هم، فاصله نمیدیم یه طوری که اون جایی که تیره هستش و ادامه میدیم. همونطور که بعضی جاشون که سفیدی داره کمتر نقطه میزنیم که روی طرحمون بیفته و طرحمون رو بکشیم. حالا دارید میبینید که کنار هم نقطه‌مون رو ادامه میدیم و تیره هستش، این تیره کار میکنیم، میزنیم که تیره تر بشه. کنار هم باید ذره بشه، خیلی ظریف و آروم میزنید و طرحتون ایجاد میشه. خب من جاهایی که تیره هست رو به صورت ریز کار میکنم، دارید مشاهده میکنید که و اون جاهایی که سفیدی داره خیلی کمتر نقطه داره و اینطور که دارید میبینید انجام داده میشه. خب عزیزای دلم، تا آخر این آموزش و ابتدای ویدیو همراه من باشید. فعلا
داره. کم کم طرحمون تموم میشه. امیدوارم از این طرح هم آموزش هم خوشتون بیاد، براتون مفید باشه، آموزنده باشه براتون. تا ویدیوهای بعدی و آموزش بعدی، خدا نگهدار. سابسکرایب حمایت هیچ وقت یادتون نره. دوستتون دارم.